آموزش و پرورش شناختی کاربرد تکنیک‌ها و روش‌های علوم شناختی به خصوص روانشناسی شناختی و علوم اعصاب شناختی در بهبود روند آموزش هستش. یعنی ما با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری عملکرد شناخت و سپس استفاده از ابزارهای توانمندسازی شناختی باعث بهبود عملکرد مغز دانش آموزان میشه. این بهبود عملکرد مغز ممکنه که باعث بهبود تحصیل بشه یا بهبود عملکرد دانش آموز در حیطه‌ای که علاقه داره، که ممکنه اون حیطه ورزش باشه، حیطه هر چیز دیگه باشه. در واقع آموزش و پرورش شناختی تأکیدش بر توانمندی بیشتر دانش آموز هستش، نه بر اینکه دانش آموز صرفاً یک درسی رو بهتر یاد بگیره. ما در آموزش و پرورش شناختی از تست‌های عصب شناختی بر پایه کامپیوتر عموماً استفاده می‌کنیم و همینطور از ابزارهای توانمندسازی عملکرد مغز مانند تجهیزات توانمندسازی بر پایه واقعیت مجازی، استفاده از نرم افزارهای توانبخش شناختی، استفاده از دستگاه‌های نوروفیدبکی که امکان استفادهش توی مدارس وجود داره و در مجموع همچین چیزهایی باعث بهبود عملکرد مغز دانش و بهبود عملکرد مغز در واقع اون هدف غایی هستش که در آموزش و پرورش شناختی مطرح میشه.